بررسی وخامت وضعیت حقوق بشر پس از اعتراضات سراسری. جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جمعه 3 بهمن 1404، 23 ژانویه 2026. تصویب قطعنامه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه سرکوب اعتراضات سراسری در ایران و تمدید مأموریت‌های گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب ملل متحد با 25 رأی مثبت، 7 رأی منفی و 14 رأی ممتنع. کشورهای ارائه کننده قطعنامه اتریش، بلژیک، قبرس، دانمارک، آلبانی، فنلاند، آلمان، یونان، ایسلند، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، موناکو، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، جمهوری مولداوی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، اوکراین و انگلستان. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، از مقامات رژیم ایران خواست به سرکوب وحشیانه پایان دهند. قطعنامه محکومیت جنایت‌های رژیم علیه قیام کنندگان در ایران، مأموریت هیئت حقیقتیاب مستقل بین المللی در مورد رفتار رژیم ایران را برای یک دوره 2 ساله دیگر و مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر برای ایران را برای یک دوره 1 ساله دیگر تمدید کرد. قطعنامه به شدت سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات را که منجر به جان باختن هزاران نفر از جمله کودکان، زخمی شدن شمار زیادی از افراد و بازداشت هزاران نفر محکوم کرد. قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که رژیم ایران باید دسترسی کامل به اینترنت را فوراً و به طور کامل احیا کند. قطعنامه از هیئت حقیقتیاب مستقل بین المللی می خواهد تحقیقات فوری درباره نقض‌های جدی و مستمر حقوق بشر، از جمله با هدف استفاده در روندهای قضایی احتمالی آینده را انجام دهد و گزارشی را به 63مین اجلاس به شورا ارائه کند.